سربازی رفتی؟ نه من معاف شدم. چرا؟ تک پدری. اگه قرار بود که با یک بازیگر مرد تو سینما ازدواج کنی، دوست داشتی پارتنرت کدوم؟ وای مهران مدیری. تموم عالم حال منم خرابه بعد تشریف بردی آلمان. مثلا من برم کجا برم خوش؟ اصلا خود برلین خانوادگی بریم یا مجردی؟ خانواده مجردی صحبت نکن. هر جا خواستی بری خانوادگی برو. چش. من همیشه با خانواده میرم. آفرین. یعنی خانم تو بردی؟ اونجا نه قسمت نشد. تنور نان سنگک اختراع کیست؟ 1. ابوریحان بیرونی. 2. شیخ بهایی. 3. ابن سینا. 4. زکریای رازی. 5. جابر ابن حیان. جابر ابن حیان میدونی کیه؟ جابر ابن حیان و زکریای رازی از یه جا به هم تلاقی دارن. اگه گفتیم نکته تلاقیشون کجاست؟ جابر ابن حیان مزه رو اختراع کرد.